چون اگه به فرانسه و خیلی کشورهای دیگه در اروپا نگاه کنی، یک زن اجازه نداره خودش رو بپوشونه. او به خاطر قانون مجبور به این کار هست. حتی میبینین که دختران جوان دارن گریه میکنن. گریه میکنن چون حجاب رو دوست دارن. اما در مدرسه مجبورند حجابشون رو بردارند، در ادارات دولتی هم مجبورند، حتی در خیابون حالا با نقاب جریمه‌هات میکنند. چرا به اون زن ظلم میکنن و اجازه نمیدن که خودش رو بپوشونه؟ این انتخاب خودشه. چرا بهشون ظلم میکنید؟ ما هزاران، اگر نگیم صدها هزار زن رو در اروپا، آمریکای جنوبی و روسیه میبینیم که مسلمان میشن و با انتخاب خودشون حجاب رو انتخاب میکنن و به خاطرشون مورد احترام قرار میگیرن. از اون خواهرها بپرسید، یا به ریاض یا و دور بزن و از زنها بپرس چرا خودشون رو میپوشونن. هیچ اجباری نیست. این کار رو میکنن چون دوستش دارن.